شبانه نزهت ملیار هستم، هم آموزگار، هم شاعر و هم ژورنالیست. یک علاقه شخصی که بود که همیشه ما دوست داشتم که یک ژورنالیست باشم. یک علاقه بود که همیشه در وجود ما بود و زمانی که چانس بر ما مهیا شد، چون یکی از دوستای ما در می رادیو ظفر کار میکردن و ما در لیلیه درس خواندم و مو دوستم متاقی ما گفتن که این رادیو نیاز داره، چون من خیلی علاقمند بودم و خواستم که با اونا همکاری داشته باشم و همین باعث شد اولین گام شد که من فعالیت کنم در رسانه ها. بنابر مشکلاتی که وجود داشت در زمان، من نتونستم که با اونا فعالیت بیشتر داشته باشم. فعالیت بود خیلی کم البته. بعد از او که مدتی هم ازدواج کردم و خانواده و فرزندان و اینا که نتونستم یک مدتی را به خاطر اولادای بیرون از خانه کار کنم که یک مدت کوتاه بود، ولی بر من خیلی سخت بود که تجربه میکردم و 3 سال هم معلم بودم در یک مکتب دولتی، 3 سال در یک مکتب شخصی معلم بودم و در ضمن فعالیت های برگزاری سمینارهایی که به خاطر ارتقای ظرفیت و اصول تدریس اینا بود که از طرف وزارت معارف برگزار میشد، در اونا هم سهم داشتم. مدتی هم در تلویزیون مشعل به عنوان ورستر خبر بودم. در بخش مقاله نویسی بیشتر 18 مقاله تحقیقی داشتم قبلا و تقریبا در چندین انجمن ما بودم، در چند تایش هم مدیر و در یکش هم مدیر اجرایی هستم. همیشه کوشش کردیم که توسط از این واژه ها دردهای مشترک یکدیگر خود نوشته کنیم و به نوع دوستانی که از حالات ما آگاه نیستند آگاه شوند و این داستان ما را یکش در بعضی کانال ها نشر شده. یک خانم خیلی قوی، برجسته، مستحکم و موجودیتش در کنار ما شده یک بازو، یک کوه مستحکم. خانمی هستند که با اشعارشان، با نوشته هایشان، اینا با قلمشان صدای مردم مظلوم شدند. همیشه کوشش کردیم که یک راه حل برای از چالش ها پیدا کنیم. همیشه باید چالش ها را ما حل بسازیم. اگر ما چالش ببینیم، چالش باقی میمانه دیگه. تلخترین خاطره زندگی ما همون لحظه بود که من پدر جانم در پیش چشمایم از دست دادم. و هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. هر قدر که زمان میگذرد فکر میکنم که یک درزی در قلب ما وجود داره و از او بدتر تلخترشی بود که 1 سالم پوره نشد که من خواهرم از دست دادم. ای نگین خاص من در بین این الماس ها، رنگ شادی پر نمودی دیده و احساس ها. خندت آرامشی شد در دلی طوفان زده، حرفهایت برد از جانم غم و وسواس ها. عشق تو شد چشمه در این بیابانی وجود، عشق تو شد چشمه در این بیابانی وجود. از شراب چشم تو رویید در دل یاس ها. هر نگاهی از نگاهت شعله زد بر جان من، هر نگاهی از نگاهت شعله زد بر جان من. سوخت از گرمای عشقت پرده مقیاس ها. رفتی و داغت نشسته بر دل و ویران شدم، رفتی و داغت نشسته بر دل و ویران شدم. با خیالت زندم چون سرو در انفاس ها، با خیالت زندم چون سرو در انفاس ها. این شعر ما به وصف پدر جانم نوشتیم. اگر خاطره خوب ببینم فکر میکنم همی که من
مادر 3 فرزند هستم. بر من بهترین و زیباترین خوشبختی جهان است که من اولادهای خود در زندگی خود دارم. و در زندگی من همیشه عملی می سازم که به شرایط بدتر آماده هستم و به بهتر باور دارم و من هم باورمند هستم که فردای فرزندان من هم روشن است و فردای زندگی من هم روشن است، چون هیچ زمانی فردی که تلاش میکنه غیر ممکن است که او به یک نتیجه دست پیدا نکنه. همیشه موفقیت ها نتیجه تلاش ها هست. افغانستان خانه مشترک همه ما و شما هست. برای آبادی از همه ما باید کوشش کنیم در یک خانه که همه خانواده از همه فعال داشته باشند برای آبادی از او خانه، برای سالم نگه داشتن از او خانه، برای آرامش آوردن در او خانه. طبعا که او خانه یک خانه سالم می باشه. اولین پلانی را که ما امسال در بخش ماستری ثبت نام کردیم و میخوایم ادامه تحصیل بدم. البته در افغانستان چند بر ما مهیا نشد و در یکی از دانشگاه ایران به شکل آنلاین ما درس میخوانم و این بر ما امسال بسیار یک دستاورد خوب بود. البته در شروع سال پیام ما برای خانم های کشوری است که هیچ وقت خود ضعیف نبینن، هیچ وقت نقطه شکست یا ضعف خود پایان را نبینن، همیشه به خود باور داشته باشن و چالش ها را به چشم یک چالش نبینن و همیشه کوشش کنن که برای خودشان ارزش قائل باشن.